ساکن شهر خوجند جوان 25 ساله جمشید رحمتوف را مقامات میلیسیا با جرم دزدی از منزل‌های استقامتی بازداشت نمود. او در جوده دزدی تجربه داشته یک مرتبه سود شده است. این نوبت سه حولی استقامتی هدف گمانبر شده قرار گرفته مبلغ پولی و تیلووری تصرف شده است. دست داشتن در سه حالت دزدی از منزل‌های استقامتی ساکن 25 ساله شهر خوجند رحمتوف جمشید جورابویویچ را نزد قانون دستبسته گردانید. میل داشتن به عادت بد او را که قبلا برای دزدی سود شده است باز تکرارا با پیروهای جنایت آورد. گمانبر شده دوام ماه فوریه، مارت و آگوست در سه حالت غیر قانونی وارد منزل‌های استقامتی شده پول نقد و تیلووری تصرف کرده است. دزدی‌ها در شهر خوجند محله‌های نوبنیاد، میکرانوحیه سیوم، چشمه ارزانه و دوستی صادر شدند. صاحبخانه‌ها زمان مالکیتشان تصرف شده است که موقتاً در خانه حضور نداشتند. دیدم اینجا همه جا خالی بود، بینم خیلی سوراخی با توشی بوده. اون توشی که بینم بانک بودم تو کشته گرم پول بوده. خطیم گفتم رفتم. بعد کجا برده حساب کردی؟ اومدم دیوار پردم رفتم لبی کانال یمی آب میرفتگی راه هستم اونجا رفتم شکستم بینم یک بچه پول کشتم دادم. گفتم میتونه چی مقدار مبلغی پول؟ قریب 6000 سوم پول. کاغذی بود همش؟ همش کاغذی، حتی دلار رو دو روز بود. شیوه خاصی دزدی‌ها روزانه صادر شدن آن است. دروازه‌های بسته از آن درک می‌داد که در خانه کسی حضور ندارد و حتی دیوارهای احاطوی مانع چپدستی رحمتوف نمی‌شد. در کوچه دوستی شهر خوجند باشد هنگامی راهگذر شدند گمانبر شده مشاهده می‌کند که فرزند صاحب خانه کلید را زیر دروازه گذاشته می‌رود و او این امکانیت قلای را استفاده برده است. در سه حالت دزدی که تفتیشات به گمانبر شده جمشید رحمتوف نسبت می‌دهد به شهروندان 33886 سومانی ضرر مال ملکی رسانیده شده است. دزدی‌ها آشکار و در اساس ماده 244 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است.